این مرد چشمهای این طاووس رو گرفت و با تمام زورش اون رو پرت کرد هوا. طاووس یه دور کامل تو هوا زد و مستقیم رفت نشست توی یه باغ جلوی یه خونه. همه میگفتن طاووس فقط جایی میشینه که زیرش طلا باشه، پس همه با هیجان شروع کردن به کندن اون زمین. ولی بعد از کلی کندن حتی یه ذره طلا هم پیدا نکردن. اما یهو طاووس پرواز کرد و رفت سمت یه سنگ و زیر پاهاش یه کوه از طلا پیدا شد. یه سرباز این صحنه رو دید و سری رفت به قبیله خودش خبر داد. رئیس قبیله با چند تا از آدماش رفتن اونجا و وقتی رسیدن و اون کوه عظیم طلا رو دیدن حسابی شوکه شدن. یکی از سربازا سمت طلا دوید، ولی یهو از توی چمن‌ها 10 مار کبرا بیرون اومدن. مارها نه تنها اجازه ندادن کسی به طلا نزدیک بشه، بلکه همه رو نیش زدن. همه سربازا داشتن فرار میکردن، اما یهو قوی ترین جادوگر قبیله رئیس مارهای کبرا رو گرفت و سر ما رو جدا کرد. بعد یه عالمه پودر سولفور پاشید روی مارها و همه مارها با ترس فرار کردن. جادوگر فهمیده بود که این طلاها توسط مارها محافظت میشن و اگه بخواد بهشون دسترسی پیدا کنه باید با ملکه مارها مدوسا روبرو بشه. پس بدنش رو کاملا با پودر سولفور پوشوند و آماده شد تا باهاش بجنگه، جنگی که معلوم نبود چه سرنوشتی براش رقم میزنه.